حمد و ستایش بی پایان بر خداوند یکتا و درود و پیام معطر بر پیامبر مصطفی و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. ماه رمضان ماه قرآن است. شایسته است که روزدار ساعتهای رمضانی خود را در صحبت قرآن، در رفاقت قرآن سپری سازد. بنابراین بیایید این لحظه ها در سفره قرآن باشیم. بیایید این لحظه ها با هم در چند آیه نخست از درازترین سوره قرآن، سوره بقره بنگریم. سوره بقره درازترین سوره قرآن است که عبارت از 286 آیه است و از 3 جزء قرآن نزدیکی 2.5 جزء آن را در بر گرفته. معنا و محتوای این سوره بسا وسیع است. سوره است که ابتدا از پیدایش انسان قصه می کند. نخستین انسان حضرت آدم چگونه آفریده شد، چگونه خداوند ملائک را به سجده کردن نزد او امر نمود، چگونه خانه کعبه قبله مسلمانان بنیاد کرده شد، قصه حضرت ابراهیم با پسرانش، قصه خلیل الله با نمرود، قصه حضرت موسی با فرعون، قصه حضرت داوود. احکام زیاده نیز در این سوره برای مسلمانان نازل شده، تشریع شده. احکام نماز، احکام روزه، احکام زکات، احکام نکاح و طلاق، احکام خرید و فروش. مسئله ربا در این سوره بیان شده، زشتی و قباحت این گناه و پیامدهای بدی او در دنیا و در آخرت. اینچنین این سوره سیدی آیات قرآن را در بر گرفته. آیت الکرسی در این سوره قرار دارد و آخر این سوره دعای مبارکی دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در حدیث صحیح هر کی 2 آیه سوره بقره را شب خواند کفتاه، در حفظ و حمایه کفایه است برایش. این سوره است که آخرین آیه قرآن از خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم که نازل شد در این سوره است. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. در حدیث صحیح که امام مسلم و امام احمد روایت کردند، فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد، گفتند لا تجعلوا بیوتکم قبورا. شما خانه های خود را مثل قبرستان نکنید، در آن حیات نیست، بلکه سوره بقره خوانید. زیرا خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده شود لا يدخله الشیطان، گفتند شیطان به آن خانه نمی درآید. وسوسه های شیطان، فتنه شیطان، فساد شیطان در آن خانه دیده نمی شود از برکت تلاوت این سوره. نخستین آیات این سوره در بیان نوع مناسبت مردم به قرآن و هدایت قرآنی است. یعنی اینجا در نخستین آیات این سوره مبارک تصنیف قرآنی برای بشریت بیان می شود که انسانیت 3 گروهند، گروه 4م ندارند در رابطه با قرآن و هدایت قرآن را پذیرفتن یا نپذیرفتن. گروه اول کسانی که قرآن را پذیرفتن، آن را هدایت های خداوندشان دانستند و با آن عمل کردند و سعادت دنیا و آخرت را نصیب گشتند. گروه دوم آنانی که به این کتاب ایمان نآوردند و هدایت های آن را نپذیرفتند و بر ضلالت و گمراهی در دنیا و به شقاوت و خسارت در آخرت راضی شدند. گروه سوم کسانی که با زبانشان همراه طایفه اولند، گفتند ما مؤمن هستیم، به این قرآن ایمان داریم، باور داریم، پذیرفتیم، اما به حقیقت به قلبشان با طایفه دومند، به قلبشان ایمان ندارند. گروه اول در اصطلاح قرآن مؤمنان نام دارند، گروه دوم کافران، گروه سوم منافقان. آیات اول این سوره این 3 نوعی مردم را با اوصافشان، با خصلت‌هایشان، با عاداتشان معرفی می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. البته تا اینجا اوصاف گروه اول است، اوصاف مؤمنان. بعد این آیاتی که ذکر می گردد اوصاف طایفه دوم و بعد آن در آیات بیشتر در 13 آیه دیگر طایفه سوم صفات منافقان ذکر می گردد. این آیات نخست اوصاف مؤمنان را بیان می کند. از قرآن پیش خود آینه آویز، یعنی قرآن برای ما شخص مؤمن را معرفی می کند. پیش از این که اوصاف مؤمن را بیان کند، آغاز این سوره درباره عظمت قرآن، منزله قرآن چنین گفته: الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم 3 حرف از حروف الفبای عربی است که حکمت از آمدنش در آغاز بعض سوره های قرآن این است که خطاب به آن جمعیت، به آن مردمی که قرآن برایشان نازل شد و در زینه های بلند فصاحت و بلاغت قرار داشتند، خداوند به آنها ضمناً بیان کرده ایستاده است که این قرآنی که به بندم نازل کردم و از شما طلب کردم که مثل این در جمله بندی به مانند این نظم گفته توانید و نتوانستید گویید، این کلامی است که از خود همین حرف هایی که شما در گفتارتان استفاده میبرید از همان حرف ها ترکیب یافته. با وجود همین که از حرف های زبان شما ترکیب یافته، ولی مثل این جمله ها، مثل این آیات گفته نمیتوانید. یعنی آمدن این حرف های المقطع در اصطلاح قرآنی، حرف های هجا، بیان اعجاز قرآن را میکند که قرآن معجزه است در حد ذاتش، که مثل این جمله بندی ها، مثل این آیات هیچ کسی گفته نمیتواند. البته این خصوصیت را کسان بهتر درک میکنند که به زبان عربی، به شعر عربی، به نظم و نثر عربی آشنا باشند و قرآن را در مقایسه با بالاترین سخنان فصیحان و بلیغان عرب قرار داده مقایسه نمایند. ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی است که در آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اولا هیچ شکی نیست که از جانب خداست، شکی نیست که این کلام خداست، سخن خداست، بافته و ساخته کدام یک شخصی روی زمینی نیست. کلام آفریدگار آسمان ها و زمین است که به واسطه بنده از بندگانش که او را سفیر خود قرار داده، میان خلق خود قرارش داده، به واسطه او به مردم رسانیده. شکی نیست که سخن خداوند است. این چنین شکی نیست که کاملترین، بالاترین و بهترین دستور و توصیه هاست. شکی نیست که هدایت قرآن هدایتی است که انسان را به کمال انسانی میرساند، به سعادت دنیا و آخرت راهنمایی میکند. در این شکی نیست. این چنین قرآن کتابی است که در قلب مسلمان نسبت به این کتاب میباید هیچ گونه ریب و شکی وجود نداشته باشد. نسبت به هیچ حرف قرآن، نسبت به هیچ سوره قرآن، نسبت به هیچ حکم قرآن. هیچ حکم قرآن در آن شکی نباید باشد که کاملترین است، بهترین است، سعادت آفرین است. این کتابی است که از عیب و نقصان مبراست. هدی للمتقین، صفت دیگری از صفات قرآن عظیم الشان که هدایتگری بندگان پرهیزگار است. البته قرآن برای همه بشریت هدایت و راهنمایی است، اما تنها نفران به شکل احسن میتوانند از این کتاب بهره‌مند گردند، از هدایت‌های آن برخوردار شوند که بندگان پرهیزگار باشند، یعنی ترس خدا داشته باشند، اندیشه آخرت داشته باشند، نگرانی از حسابی که در پیش دارند در دلشان داشته باشند. تنها این طایفه مردمان میتوانند که از هدایت‌های قرآنی بهره ور گردند. هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بعد این اوصاف و خصلت‌های شخصان متقی ذکر می‌گردد. یعنی این نفرانی که قرآن آنها را متقی گفته،
اهل تقوا و پرهیزگاران و گفته که از هدایت های قرآن آنان به شکل خوب و ارزنده بهره‌مند می‌گردند. چه خصلت ها دارند؟ چه اوصاف دارند؟ نخستین وصفشان همین که الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارند. ایمان یعنی اعتقاد استوار رو میگن که در آن هیچ شک و شبهه‌ای نباشد. به عالمی که آنها به چشم سر نمیتوانند ببینند که عالمی غیب نام دارد ایمان دارند، باور دارند، اعتراف دارند که عقل آنها نیز مثل محدود بودن قدرت چشمشان، مثل محدود بودن قوه شنواییشان، مثل محدود بودن قوه دست و پا و هر عضو دیگرشان، قوه عقلشان نیز محدود است و هست دایره‌ای که عقل آنها میتواند دو تاز کند، فهمد، درک کند، تحلیل کند، اما هست دایره‌ای که عقل توانی تحلیل آن را ندارد. اینجا وظیفه وحی است که از آن عالم خبر دهد. این طایفه مردمان کسانی هستند که مؤمنان یعنی متقیان، یعنی کسانی که از قرآن بهره ور می‌گردند، کسانی هستند که به عالم غیب باور دارند، میدانند که یک عالمی هست غیر از این عالمی الشهاده، عالمی که مشاهده میکنند، عالمی دیگری هست که خداوند خبر داده از اون عالم به زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم. عالمی است که از آغازی که انسان جانش میبراید، عالمی برزخ، عالمی قبر، اون طرف عالمی حساب، مکافات و مجازات و چیزهایی که خبر کرده دین برای آنها باور دارند. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. صفت دیگر اهل تقوا این است که نمازشان را برپا می دارند. 5 وقت نمازی که از جانب خداوند برایشان حتمی معرفی شده، وظیفه حتمی شبانه روزشان معرفی گشته، آن را به شکل احسن اقامت یعنی برپا می دارند. نه تنها ادا می کنند به سراسیمگی بیرون از وقتش بعد قضا شدن، نه، برپا می دارند یعنی بر رعایت وقتش، بر رعایت سنت هایش، بر رعایت آدابش، با آهستگی، با آن صفت، با آن شکلی که شریعت طلب کرده، با آن شکل نمازشان را انجام می دهند. نماز واقعا رکن استوارترین دین است بعد شهادت، بعد گواهی دادن به هستی خدا و به صدق پیامبر صلی الله علیه و سلم. نخستین رکن دین است و اولین چیزی است که بنده را محاسبه می شود در آخرت. امام نسائی و ابن ماجه اینچنین روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اول ما یحاسب العبد الصلاة. نخستین عملی که بنده را در آخرت حساب و کتاب کرده می شود نمازش است. ان صلحت فقد افلح و انجح. اگر در نمازش کامیاب گردد، در حساب نماز از سؤال و جواب آخرت که گذرد، فقد افلح، رستگار شده، یعنی دیگر طرفش بخیر است. در نماز که به سؤالهایی در پیش استاده اش جواب گفته تواند، آنچه که خدا از او طلب کرده بود در دستش فراهم باشد، کارش بخیر است. و اگر در این سؤال بیفتد، فقد خواب و خسر، زیان دیده، ناکام شده. الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. نماز بنیاد نمودن رابطه بین بنده و بین خداوند است. این نماز عبادت است که انسان را به خدا پیوست می کند. وقتی انسان به خدا پیوست می شود، باید که با جامعه نیز باشد، باید با اهل جامعه نیز پیوست باشد. بنابراین بعد نماز عبادت دیگری از ارکان اسلام ذکر شده در این سوره، صفت دیگری از صفات اهل تقوا. و مما رزقناهم ينفقون. و از آن چی که به آنها رزق دادیم انفاق می کنند، به نیازمندان می دهند. اینجا در مفهوم این آیت زکات وارد است و اینچنین صدقات نفل بیرون از زکات. یعنی اهل تقوا کسی است، مؤمن راستین همان است و بنده‌ای که از قرآن بهره ور می گردد، از هدایت های قرآنی برخوردار می شود، کسی است که زکات پرداخت می کند، اگر دارنده باشد. البته داراییش به نصاب معینی که شریعت تعیین کرده رسیده باشد.
و مما رزقناهم ينفقون، یعنی رابطه خود را با خداوند برپا می کند و کرده است، این چنین رابطه خود را با اهل جامعه برپا کرده، پیوست کرده است. حق خدا را ادا کرده، حق بنده های خدا را نیز ادا کرده. بله، زکات حق فقرا در مال دارنده است، یعنی مقداری که باید برآورده شود حق فقیران است، حق حلال فقیران است، باید به آنها داده شود. بعد این خداوند با صفت دیگری از صفات مؤمنان راستین را ذکر کرده می فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. بندگان متقی، مؤمنان راستین کسانی هستند که به آنچه که خداوند به پیامبران قبلی نازل کرده بود ایمان دارند، باور دارند. آن کتابها را پیامهای خداوند عزوجل می شناسند که به پیامبران نازل کرده شد، فرو فرستاده شد. وظیفه آن پیامبران نیز مردم را به دین اسلام فراخواندن بود، به دین یکتاپرستی، به ادا کردن حقوق خدا و حقوق مردم و آماده شدن برای روز حساب. همه پیامبران به دین اسلام فرستاده شدند، اما بعد گذشتن آنان به مدت‌های گوناگون اقوام آنها دین آنها را تبدیل و تحریف کرده، نام‌های گوناگون گذاشتند. بدون جداسازی مسلمان میباید به همه پیامبران باور داشته باشد، ایمان داشته باشد و به آن کتاب‌هایی که به آنها نازل شد نیز باید ایمان داشته باشد. البته ایمان آوردن به اصل آن کتاب‌های آسمانی، نه به آنی که عین حال دسترسی پیروان اهل آن دین است که پر از علاوه ها و اضافه های هر نفری در هر مرحله تاریخ شده و پر از تناقض هاست. اما اصل آن کتاب‌های آسمانی بود که بر پیامبران معین خداوند فرستاد. و بالآخرة هم یوقنون. صفت دیگر از صفات مؤمنان راستین این است که به آخرت یقین دارند. بازم ایمان به آخرت، بازم باوری قطعی داشتن به روز حساب، بازم باوری به غیبی که در آیه قبلی ذکر گردید. از بس که قضیه ایمان داشتن به روز آخر، باوری قاطعانه داشتن به حسابی که در پیش هست بسا قضیه محوری در دین است، خداوند اینجا بار دیگر از صفات بندگان راستینش یقین داشتن به روز آخر را ذکر کرده، همان غیبی که در آیه قبلی ذکر گردید. زیرا این نقطه در حقیقت این بند رکن ایمان داشتن به آخرت بند مهم است که نوع مناسبت انسان را با انسان ها و نوع مناسبت انسان را با خالقش معین می سازد. یعنی همان گونه که به وجود خود باور دارند خود را می بینند، همان گونه که به روشنی روز باور دارند چون که به چشم سر می بینند، به بودن روز حسابی در پیش همین گونه باور دارند، قاطعانه باور دارند، چون که خبری خالقشان است، خبری آفریدگار است، خبر داده که چنین روزی در پیش برپا خواهد شد. و بالآخرة هم یوقنون. این یقین آخرت است که آنها را از انجام بسیار کارهای باز می دارد، به اجرا کردن بسیار کارهای دیگری باعث می گردد. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بعد آنه که خداوند اوصاف بندگان راستینش را ذکر کرد، این جمله مدح و ثنا را در حق ایشان گفت. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این مژده نیک را در حق ایشان گفت. این مژده نیک را بیان کرد که نفرانی که این صفتهای بالا را داشته باشند واقعا آنانند در راه هدایت، در هدایت پروردگارشان استوارند. و اولئک هم المفلحون. و آنانند تنها نفرانی که به کامیابی آخرت دست می‌یابند. از پروردگار مسئلت می‌نماییم تا بر یکایک ما بهره برداری از کلامش را نصیب نماید و ما را در زمره بندگان رستگارش محشور سازد. خدایا و مددگارتان.